سلام دوستان، وقتتون بخیر باشه. امروز میخوایم با هم بررسی کنیم که چطور میتونیم برای یک سرور مجازی اوبونتو دسکتاپ رو نصب بکنیم. در ادامه با من همراه باشید تا نحوه کار رو با هم بررسی کنیم. خب وارد پنل کاربری سایت میشیم. از این قسمت میتونید اطلاعات سرور رو کپی کنید. نرم افزار پاتی رو باز میکنیم. ابتدا آی پی سرور خودمون رو کپی میکنیم. نام کاربری روت هستش. رمز ورود رو کپی میکنیم و توسط راست کلیک وارد پنل پاتی میکنیم. خب ورود ما با موفقیت به داخل سرور انجام شده. برای اینکه بتونیم اوبونتوی گرافیکی رو روی این سرور نصب کنیم باید مطابق آموزشی که داخل سایت قرار داده شده این مراحل رو پیش ببریم. از قسمت مرکز آموزش سایت میتونید نصب اوبونتو دسکتاپ بر روی سرور رو پیدا کنید و این مراحل رو انجام بدید. مرحله اول آپدیت سرور هستش که این کار رو ما انجام میدیم. خب به روز رسانی با موفقیت انجام شد. میریم برای مرحله بعدی. مطابق این دستوری که نوشته شده اون رو کپی میکنیم و داخل سرور وارد میکنیم. وای رو وارد میکنیم. خب میریم سراغ دستور بعدی. کپی میکنیم. وای رو وارد میکنیم. تنظیمات گرافیکی داره یک کد دستوری هستش که اون رو باید کپی کنیم و مطابق مراحل قبل وارد سرور کنیم. خب کد رو کپی میکنیم تو مرحله 5 و وارد. خب تو این قسمت مشاهده میکنید که نسخه های مختلف اوبونتو اینجا وجود داره. ما اوبونتو دسکتاپ رو انتخاب میکنیم و توسط کلید تب بر روی اوکی کلیک میکنیم.
خب مراحل نصب شروع شده. برای اینکه تایم ویدیو کوتاه‌تر بشه این مراحل رو سریع‌تر پیش میبریم که وقت شما هم گرفته نشه. خب مراحل نصب به اتمام رسید. میریم سراغ مرحله بعدی. این دستور رو کپی میکنیم و وارد نرم افزار. یک خطایی وجود داره ظاهرا. که مربوط به این فاصله فایل رو وارد میکنیم. خب از طریق این دستور یک یوزر برای سرورمون تعریف میکنیم. ما یوزر یک رو به عنوان اسم این یوزر انتخاب، یک رمز بهش اختصاص میدیم. اینتر میزنیم و سایر اطلاعات نیاز نیست که وارد بشه. تر رو میزنیم. خب وارد یوزرمون میشیم توسط این دستور. دستور رو وارد میکنیم. پسورد یوزرمون رو مجدد وارد میکنیم. اینتر میزنیم. خب مراحل نصب با موفقیت انجام شده. از این به بعد میتونیم توسط نرم افزار VNC Viewer وارد محیط گرافیکی سرورمون بشیم. نرم افزار VNC Viewer رو باز میکنیم. خب مطابق آموزش ابتدا IP سرور رو وارد این نرم افزار میکنیم و پورت 5901 به عنوان پورت پیشفرض هستش که توسط 2 نقطه 5901 پورت رو در این قسمت وارد میکنیم. اینتر میزنیم. خب مجدد پسوردی که به یوزرمون اختصاص دادیم و اینجا وارد میکنیم. خب ورود ما با موفقیت انجام شده. همونطور که میبینید محیط گرافیکی اوبونتو برای ما داخل سرور نصب شده. و میتونیم از اون استفاده لازم رو ببریم. امیدوارم که از این آموزش بهره کافی رو برده باشید.